میخواهم یک نکته بسیار مهم را با افتخار و قناعتمندی ایثار نمایم. در فاصله همگی 7 ماه برگزار گردیدن دو چهارمین مهم سیاسی، یعنی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق و مخصوصاً انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت نمود که در جامعه امروزه تاجیکستان فضای کاملی همدیگر فهمی، وحدت ملی، صداقت به آرمان‌های تاریخی خلق کهن بنیادی تاجیک، پایداری صلح و ثبات و فرهنگ بلندی سیاسی شهروندی به نیروی واقعاً بزرگ تبدیل یافته است. این پدیده نیک مرا با آینده درخشان تاجستان محبوبمان و زندگی آسوده خلق عزیزم امیدوار و دلپر می سازد و اعتماد مرا برای فردای آرام و باثبات دولت و مردم کشور باز هم قوی می گرداند.